توی این ویدیو میخوایم با هم دیگه ببینیم چطور میتونیم به صورت حرفه‌ای پرامپت بنویسیم. اصلا پرامپت چی هست و چه لزومی داره که ما برای استفاده از هوش مصنوعی این رو بلد باشیم و استفادهش کنیم. پرامپت به همون دستور یا درخواستیه که ما به هوش مصنوعی میدیم. برای اینکه با هوش مصنوعی ارتباط برقرار کنیم باید پیام و درخواستمون رو بهش بگیم. به این پیام و درخواست میگیم پرامپت. و پرامپت نویسی یک مهارته که هر چقدر ما توی این مهارت بهتر عمل کنیم میتونیم نتایج بهتری رو از هوش مصنوعی دریافت کنیم. اما چرا ما باید پرامپت نویسی رو داشته باشیم و ازش استفاده کنیم به عنوان یک معلم؟ هوش مصنوعی به طور کلی به همون کمک میکنه که بتونیم بهره‌وریمون رو بالا ببریم و محتوایی آماده کنیم که هوشمند و دقیق تر باشه و ارزیابی هامون هم دقیق تر باشه و ما هر چقدر به عنوان یک معلم پرامپت نویسیمون بهتر باشه و قوی تر عمل کنیم توی این 3 حوزه‌ای که الان نام بردم ما بهتر میتونیم عمل کنیم و میتونیم چیزهایی رو که خواست دقیق ما هست، مثلا توی کلاسمون اگر دانش آموزی داریم که باهاش چالش داریم و یا نه دانش آموزی داریم که سطحش از بقیه بالاتره و میخوایم باهاش فعالیت‌های بالاتری رو انجام بدیم، میتونیم اینجا با استفاده از پرامپت نویسی و مهارتی که داریم از هوش مصنوعی استفاده کنیم. قبل اینکه وارد کلاس بشیم میتونیم در زمان کمتری برنامه‌ریزی کنیم و از هوش مصنوعی استفاده کنیم که طرح درسمون رو بنویسیم و خلاقیت بیشتری رو توی کلاسمون داشته باشیم. پس پرامپت نویسی برای ما به عنوان معلم مهمه و توی کارمون به همون کمک میکنه. در آینده کسانی میتونن ادامه بدن و موفق بشن که بیان از هوش مصنوعی توی کارشون توی زمینه‌ای که دارن فعالیت میکنن استفاده کنن. پس مهمه که ما به عنوان یک معلم از همین ابتدا که تازه هوش مصنوعی چند ساله که شروع شده بیایم استفاده ازش رو یاد بگیریم و بتونیم اون رو استفاده کنیم، چون هر چی که بگذره هوش مصنوعی های متنوع تری وارد بازار میشه و وارد جامعه میشه و ما باید اصول اولیه کار با هوش مصنوعی رو بدونیم که دقیقاً پرامپت نویسی همین اصولی هست که ما میخوایم الان با همدیگه ببینیم. ساختار اصلی پرامپت ما باید چجوری باشه؟ برای اینکه پرامپتمون حرفه‌ای باشه و نتیجه‌ای که می‌خوایم دقیق باشه، باید چند تا اصل رو رعایت کنیم. اصل اول اینه که وظیفه‌اش رو باید مشخص کنیم. ما چی می‌خوایم ازش؟ چه چیزی دقیقاً خواسته ماه؟ اینکه بیاد یه فعالیت طراحی کنه، بازی بگه، داستان بگه، چی رو دقیقاً ازش می‌خوایم؟ باید بدونه که وظیفه‌ش الان چیه. پس باید مشخص و شفاف براش بنویسیم. مورد دوم دستورالعمله که میخوایم بهش بگیم که باید چجوری اون کار رو انجام بده. مثلا اگر من یه طرح درس میخوام، طرح درس من با چه روشی باشه، از چه رویکردی استفاده کنه برای نوشتن طرح درس. مورد سوم زمینه هست. یعنی چی؟ یعنی ما بیایم اطلاعات جزئی که هست رو بهش بدیم. مثلا سطح دانش آموزهای من در چه حدیه، شرایط کلاس من چجوریه، مدرسه من کجاست، روستای، شهره. همه اینها رو میشه اطلاعات زمینه که جزئیات کارمون هست رو باید بهش بگیم که بتونه دقیق تر نتیجه گیری کنه. چهارم ما باید بهش بگیم که تنظیماتی که ازش میخوایم چیه. تنظیمات منظورمون اینه که مثلا اگر داره طرح درس می‌نویسه، طرح درسی که می‌نویسه برای چند دقیقه طراحی کنه، 40 دقیقه کلاس، 20 دقیقه کلاس، یا فعالیتی که داره انجام میده یا کار گروهی که میخواد برای ما بنویسه به تعداد چند نفر از دانش آموزا بنویسه. و قسمت پنجم که پرامپت شما رو متمایز میکنه از بقیه پرامپت ها، حتی اگر همه دستورالعمل‌ها رو بهش بدیم، این قسمت تمایز کار شما و بقیه است. اینه که ما بهش نقش بدیم و بهش بگیم که تو به عنوان یک معلم بیا برای من یک فعالیت رو طراحی کن، یا تو به عنوان یک طراح لباس
بیا برای من این لباس رو طراحی کن با حالا ویژگی های خودش. یا هر چیزی که ازش میخوایم بیایم اول بهش نقش رو بدیم و بگیم از این نقش بیا حالا نتیجه بگیر. مثلا برای آموزش نقش یک استاد دانشگاه رو بهش میدم و میگم که حالا برای این موضوع بیا برای من یه طرح درس بنویس. یا نه، میتونیم مثلا داده های اولیه رو بهش بدیم یا یه الگو بهش بدیم که بیا طبق اون الگو برای ما چیزی که میخوایم رو بسازه و بهمون بده. پس این 5 تا اصلی که الان گفتیم توی پرامپت نویسی خیلی مهمه و اینجاست که سطح کار شما رو ساده یا حرفه‌ای نشون میده. اگر اینها رعایت بشه سطح کار شما به عنوان یک کار حرفه‌ای و نتیجه‌ای که ازش میگیریم نتیجه دقیق تریه. حالا با همدیگه چند مورد رو بررسی کنیم. سوالی که گفتم میپرسیم ازش، درخواستی که داریم باید مشخص باشه، واضح باشه، شفاف باشه و دقیق باشه. مثلا اگر بهش بگیم در مورد ریاضی توضیح بده، این خیلی کلیه. ریاضی چندم، چه بخشی، چه مبحثی، برای چه کسایی، از چه نظری اینو توضیح بده. هیچ چیزی مشخص نیست براش. اما پرامپت دقیق و حرفه‌ای چیه؟ اینکه من بیام مفهوم رو مشخص کنم. مفهوم مثلا انتگرال رو به زبان ساده برای دانش آموزان پایه 10 با 3 تا مثال کاربردی از زندگی روزمره توضیح بده. ببینید دقیقاً جزئیات رو براش گفتم و حالا نتیجه‌ای که میگیره دقیقه. موضوع رو گفتم، مخاطب رو گفتم، سبک کارش رو گفتم، تعداد مثال رو بهش گفتم، اینکه نوع مثال ها چجوری باشه همه رو براش نوشتم. و اگر میبینید بعضیا خیلی عالی از هوش مصنوعی استفاده میکنن، دقیقاً به خاطر همین ظرافت هایی که دارن توی کارشون استفاده میکنن. درباره نقش و قالب بهتون توضیح دادم. چرا نقش و قالب مهمه؟ گفتم چون میاد تخصصی بررسی میکنه. وقتی ببینه من طراح لباسم، میاد تخصصی طراحان لباس رو بررسی میکنه. در سطح عمومی کار رو انجام نمیده. اگر بدون معلمه، میاد به عنوان یک معلم و متخصص تعلیم و تربیت اون فعالیت رو طراحی میکنه. مثلا چه مثالی؟ الان براتون یه مثال زدم و دوباره اینجا یک مثال دیگه هم هست. بهش میگیم تو یک معلم هستی، معلم علوم با 10 سال تجربه، یک متن 300 کلمه‌ای درباره چرخه آب بنویس که شامل 5 نکته کلیدی باشه و برای دانش آموزان پایه 7 مناسب باشه. همونطور که میدونید چرخه آب رو ما از کلاس 3 داریم و اگر اینجا نمی نوشتیم که پایه 7 باشه، ممکن بود برای هر پایه این بخواد طراحی کنه و اون موقع محتوای ما ممکن بود مناسب پایه 7 نباشه و وقتی ما اون رو توی کلاس اجرا می کردیم نتیجه مطلوب رو نمی گرفتیم، به خاطر اینکه سطح طراحی ما در سطح پایین تری بوده و مناسب پایه 7 نبوده. پس مهمه که ما جزئیات رو توی پرامپت نویسیمون رعایت کنیم. نکته بعدی اینه که ما میتونیم ازش بخوایم که مثال بزنه یا وقتی مثال زد بیایم بهش بگیم که خب این مثال رو بررسی کن، این سوال رو بررسی کن و این رو سخت‌ترش کن. یا بهش بگیم مثلا مثل نمونه که اینجا نوشتم، یه سوال تستی طراحی کنه، 4 تا گزینه داشته باشه، درباره انقلاب مشروطه باشه، برای پایه 9 و سطح دشواریش متوسط باشه. وقتی ما این رو بهش میدیم، برای ما جواب رو که داد، میتونیم جواب رو بخونیم و دوباره ازش بخوایم که اصلاحش کنه. بهش بگیم که سوال رو سخت‌ترش کنه، یک گزینه فریبنده بهش اضافه کنه که چی رو تقویت کنه؟ که تفکر انتقادی رو تقویت کنه. هر چقدر که ما با هوش مصنوعی تعامل بیشتری داشته باشیم و درخواست هامون رو اصلاح کنیم و هر دفعه بهش یک بازخورد بدیم که مثلا بیاد اون قسمت رو عوض کنه، بیاد فلان قسمت رو بیشتر توضیح بده و اینطوری ازش دریافت کنیم و هی اصلاحش کنیم، نتیجه‌ای که ما میگیریم خیلی دقیق تر و بهتره و اجرایی تر میشه برای ما توی کلاسمون یا حالا هر جای دیگه‌ای که میخوایم ازش استفاده کنیم. و یه نکته مهم، هوش مصنوعی مثل یک انسان فکر میکنه و گفتیم که قابلیت یادگیری داره
پس خیلی مهمه که ما باهاش تعامل رو داشته باشیم و بهش بازخورد بدیم که بتونه خودش رو اصلاح کنه. هر چقدر که اون خودش رو اصلاح کنه، جوابهای بعدی که به شما میده دقیق تره و خیلی بهتر و ارتقا یافته تر میشه جواباش. یک نمونه دیگه از پرامپت هایی که برای معلمان کاربردیه. به عنوان یک معلم زبان انگلیسی با تجربه 5 تمرین مکالمه برای سطح متوسط طراحی کن که موضوع آن سفر و گردشگری باشد. هر تمرین شامل یک موقعیت واقعی، سوالهای مکالمه و جواب نمونه باشد. از واژگان کاربردی و عبارات روزمره استفاده کن. پس ببینید تمام نکات رو توش رعایت کرده و نتیجه‌ای که بهمون میده مسلماً دقیق و کاربردیه و کاملا آماده استفاده توی کلاسه، بدون اینکه نیاز باشه ما خیلی ویرایشش کنیم. میتونیم بازخورد بدیم و اصلاحش کنیم، ولی در نتیجه بعد از بازخوردها و اصلاحات نتیجه‌ای که میگیریم، خروجی که میگیریم خروجی مناسبی هست. یک بار دیگه با همدیگه جمع‌بندی کنیم. توی جملاتمون باید ساده و شفاف و واضح بنویسیم و هر دستورمون رو توی یک جمله بنویسیم، نقطه بذاریم که براش مشخص باشه که دستور ما، جملات ما جدا شده از هم است. تعامل داشته باشیم باهاش، یعنی ازش بپرسیم، بازخورد بدیم، سعی کنیم اصلاحش کنیم که بتونه یاد بگیره و جوابهاش رو ارتقا بده برامون. محدودیت ها رو مشخص کنیم براش، نقش بهش بدیم، حجم و محتوا و زمان و تعداد و هر چیزی که مهمه رو براش مشخص کنیم و ترکیب دستورات، یعنی چند دستور مرتبط رو توی یک پرامپت بنویسیم تا بتونیم پاسخی که میگیریم جامع‌تر باشه. اگر ما بخوایم جدا جدا براش بنویسیم، ممکنه اونطوری که کامل براش بنویسیم به ما جواب نده. و این رو در نظر داشته باشید که پرامپت نویسی یکی از مهارت‌های کلیدی کار با هوش مصنوعیه و اگر ما توی این مهارت قوی باشیم میتونیم به نحو احسن از هوش مصنوعی استفاده کنیم و کل هوش مصنوعی هایی که داریم، چه تصویری، چه ویدیو، چه متن، چه برای مقالات و کارهای علمی، همه اینها برمیگرده به پرامپت نویسی شما که پرامپت نویسی رو با تمرین و تکرار هر دفعه شما حرفه‌ای‌تر از دفعه قبلی میتونید ازش استفاده کنید. اما حالا با همدیگه یک بار بریم یک پرامپت بنویسیم تا همه اینهایی که الان گفتیم رو به صورت عینی شما ببینید. من هوش مصنوعی چت جی پی تی رو الان باز کردم و در ویدیوهای بعدی انواع هوش مصنوعی ها رو معرفی میکنیم. اما اینجا صرفاً برای آشنایی فقط یک بار میخوایم یه پرامپت بنویسیم که بازخوردها رو ازش بگیریم. پرامپتی که مینویسیم اول بهش نقش میدم به عنوان این پرامپتی که من براش نوشتم به عنوان یک معلم برای آموزش هوش مصنوعی به معلمان، برای من سرفصل‌ها را بنویس. در نظر داشته باش این آموزش برای یک جلسه باشد، زمان آن 20 دقیقه باشد، با مثال‌های کاربردی همراه باشد. ببینیم که پاسخی که میخواد بهمون بده چی هست. نگاه کنین، اینجا برامون عنوان رو نوشته، زمان رو نوشته و شروع کرده کاملا جدا کرده همه رو. مقدمه دقیقا زمان رو هم جلوش برامون نوشته، برای هر بخشش فرصت‌ها، کاربردها، تمرین‌ها و نکات اخلاقی و چالش‌ها و جنبندی در نهایت. حالا نگاه کنیم، این رو من ازش دریافت کردم. گفتیم چیکار میکنیم؟ گفتیم باید باهاش تعامل کنیم، یعنی باید بهش بازخورد بدم و اصلاح کنه و یا توضیح بیشتر بده یا مثال بیشتری برای من بزنه. پس میام اینجا بهش میگم مثلا در قسمت دوم مثلا میام بهش میگم که در قسمت دوم مثالهای بیشتری از هوش مصنوعی در آموزش بنویس، دقیقاً همین جایی که الان آوردم. نگاه کنین، حالا میاد به من جواب میده و خودش رو اصلاح میکنه. نگاه کنین، اومده تفکیک کرده و حالا داره جزئی تر
و دقیق تر به من جواب میده. پس هر چقدر شما تعاملتون با هوش مصنوعی بیشتر باشه و دقیق تر باهاش صحبت کنین، جوابی که میگیرین نتیجه بهتری هست و راحت تر میتونین ازش استفاده کنین. در قسمت‌های بعدی میایم انواع ابزارهای هوش مصنوعی که داریم رو معرفی میکنیم و با هر کدوم یکم آشنا میشیم تا قابل استفاده بشه برای شما.